سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم که حال دل تک تک شماها عالی باشه. امروز در خدمت شما هستم با یک فال پر انرژی دیگه. فال امروزمون میتونم بهتون بگم که در واقع خبر آوردم از آدمی که بهت خیانت کرده. میخوام که با هم بریم ببینیم اصلا این فال قراره چه چیزی بهمون بگه. ازتون میخوام که برای اینکه انرژیتون به این فال منتقل بشه این ویدیو رو لایک کنید تا انرژیتون به این فال منتقل بشه و حتما بارها گفتم حتما به بر زدن کارت ها توجه کنید، چون این کارت ها 100% انرژی شما رو دریافت میکنن. بریم ببینیم این آدمی که بهتون خیانت کرده اصلا در چه حالیه. اصلا پشیمون از این کارش که به شما خیانت کرده. میگه این آدم خودش رو به بیخیالی زده. بیخیاله. مثلا میخواد یه جوری وانمود بکنه که هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی من دلتنگت نیستم، من دوستت ندارم، من اصلا از این کاری که کردم خیلی خوشحالم. یعنی خودش رو به بیخیالی کامل زده. ولی میتونم بهتون بگم که تو دلش اینطوری نیست. یعنی چیزی که نشون میده با درونش خیلی با هم دیگه متفاوته. الان شاید به خودتون بگین که من کارتی در نیاوردم، پس اینا از کجا در اومد؟ از بر زدن کارت ها متوجه شدم. خب چیزی که داره نشون میده اینه که میگه این شخص تو فکر اینه که برگرده. این شخص میگه بی نهایت دلتنگه. یعنی چه چیزی رو داره نشون میده؟ میگه شخصیه که بی نهایت دلتنگه، شخصیه که بی نهایت دوستت داره. میگه خودش رو به بی خیالی زده ولی تو هنوز تو قلبشی. اشتباه کرده. اشتباهش رو خودش قبول داره. این که مثلا بین تو و شخص دیگه یه شخص دیگه رو انتخاب کرده که البته اون شخص حتی میگم خودش میدونه که اون شخص انگشت کوچیکی شما هم نمیشه. ولی خب انقدر این آدم مغروره، یعنی انقدر مغرور و پروه. یعنی من ندیدم هیچ آدمی اندازه این پرو باشه. انقدر پروه که ببین با پررویی کامل برمیگرده و زمانی که از سمتش خبر میگیری کاملا ببین شک نکن که تو رو مقصر میبینه. یعنی میدونه که اشتباه کرده، میدونه که هیچ کسی مثل تو نمیشه و نخواهد شد، ولی با پرویی کامل برمیگرده. تو اینو پروش کردی. یعنی طرف احساسی هیچ چیزی نبوده. تو با یه سری رفتارهایی که داشتی، با یه سری الکی تحویلش گرفتی، قربون صدقه های الکی رفتن. یعنی در واقع طرفت رو هر روز پرروترش کردی و فکر کرده که حالا چه آدم خفن و مهمیه. چیزی که داره نشون میده اینه که میگه این آدم خب دوباره که اصلا برمیگرده، حتی زمانی که برمیگرده با بحث و تنش برمیگرده، چون کلا داره یه سری بحثایی رو نشون میده و داره اینو نشون میده که میگه
رابطش با شخصی که بهت خیانت کرده تو سردی کامله. یعنی حتی شما متوجه این موضوع میشین که با رقیب حالا کات کرده، با رقیب بحث داره، دعوا داره، دوباره برمیگرده و حتی داره میگه این بار که برمیگرده خب اوایلش که باز هم اون بحث و تنشه است، چون داره نشون میده که شما نمیتونین فراموش کنید. یه چیزی بهتون بگم، برای شما داره اینو نشون میده که تو هر زمینه‌ای موفقیتت صده. یعنی همه چیت خیلی عالی تر از طرف احساسی تا همین آدمی که حالا بهت خیانت کرده. یعنی میخوام بهت بگم که برای تو یعنی آدم کم نیست. یا طرف احساسیت رو درستش کن، درست حسابی درستش کن، یا اگر نمیتونی، یعنی فال داره بهت میگه دوباره الکی طرف احساسیت رو بزرگ نکن، الکی انقدر ازش تعریف نکن، هواشو نداشته باش. تو قرار نیست از طرف احساسیت مراقبت کنی. حالا رفتار مادرانه‌ای که داری، رفتار پدرانه‌ای که داری، اگه آقایون هستین که دارین این ویدیو رو میبینین، چرا انقدر یعنی ببینید به یه سری‌ها که توجه میشه، یعنی توجه میکنید، طرف فکر میکنه کیه چیه و فکر میکنه که شما واقعا بهش نیاز دارین. میخوام اینو بگم که در حد ظرفیت طرفتون بهش عشق بدین، محبت کنین. نمیگم عشق ندید، نمیگم دعوا کنید، ولی اندازه ظرفیت، هر آدم یه ظرفیتی داره و زمانی که از اون ظرفیت پر میشه، میگذره، دیگه اون آدم هی میره بالاتر و شما هر روز کوچیک‌تر میشین. خب چرا باید اینطور باشه؟ پس ببینید اینجا هم دارم فال میگیرم، هم دارم بهتون راهنمایی میکنم که چه کاری انجام بدین که دوچار مشکل نشین. میدونستی اگه دوباره به این آدم بال و پر بدی، دوباره خودت آسیب میبینی؟ مدام این کار رو تکرار میکنی. چرا؟ چون تو خودت رو باور نداری، خودت رو قبول نداری. ببین طرف احساسی تو به شدت داغونه، یعنی به غلط کردن افتاده از اینکه این بدی رو در حق تو کرده. خب همین آدمی که با پرویی داره میاد، به روی خودش نمیاره و تو از حال درونش با خبر نیستی و فکر میکنی که خوشخوشونشه، ببخشید، داره خوش میگذرونه، داره لذت میبره، ولی در صورت اینکه داره میگه داغونه، آشفته است. یعنی از اینکه تو نیستی دنیا رو سرش خرابه. تو چرا باید حالت رو بهش نشون بدی؟ تو چرا باید اون ناراحتیت رو بهش نشون بدی؟ اون خیلی جالبه، اون با پرویی تمام میاد، خب نشون نمیده که دلتنگت بوده، نشون نمیده اصلا، حتی انقدر پرویی که تو رو مقصر میبینه. ولی تو مثل آدمی که مثلا وقتی اونو میبینی یا باهاش صحبت میکنی یه جوری نشون میده که وای من مثلا حالم در نبوده تو خراب بوده، من پیشرفتی نداشتم. من نمیخوام اینطور باشی. وقتی از سمتش خبری شد، درست محکم جلوش وایسا. چون من نمیبینم که شما بخوای قید این آدم رو بزنی. نمیزنی. قید این آدم رو به هیچ عنوان نمیزنی. الان چون نیست بلا تکلیفی، چون نیست به خودت میگی محال من اینو قبول کنم، ولی تو این آدم رو قبول میکنی، خیلی درستم قبولش میکنی. ببین یه چیزی بهت بگم، انقدر این آدم رو دوستش داری، خب ببین 2 کلمه عاشقانه بهت بگه،
قشنگ تو مشتش میافتی. ولی اینطور نباشه. فاصله بینتون تموم میشه. عشق و علاقه بینتون دوباره میتونه شروع بشه. ولی این بار درست جلو برو. اشتباهاتی که قبلا داشتی رو تکرار نکن. این فال یه چیزی میخواد بهت یاد بده. میخواد بهت بگه بهش بی‌محلی کن و مطمئن باش. خب میگه همچین دنبالت میفته که حد نداره. بذار فکر کنه که تو در نبوده اون خیلی خوشحالی به همه چی میرسی. ولی من که میدونم حال دلت خیلی خرابه. من که میدونم نمیتونی فراموش کنی بدی که در حقت کرده. چون با آدمی که بوده اصلا اون آدم انگشت کوچیکه شما نمیشده. یه تار موی شما هم نمیشده. ولی درست میشه. طرفت بهت خیانت کرده برمیگرده. یه چیزی باید بگم. طرف تو یه آدمیه که خیلی درون شیطونی داره. یعنی انگار همیشه باید مراقب باشی. همیشه باید حواست باشه. ببین نه که کنترل کردنی که بخواد متوجه بشه یا مثلا میگم بخوای چکش بکنی. نه. ببین رفتارت رفتار درستی باشه که انگار ببین یعنی یه جورایی هم کنترلش کنی ولی بدون اینکه بفهم. بازم میگم نه اینکه بری بیفتی دنبالش، نه اینکه بخوای بری گوشیشو چک کنی یا خیلی کارهای دیگه. و در نهایت داره نشون میده میگه طرفتون بی نهایت شما رو دوستتون داره و الان قدر شما رو کامل میدونه. داره نشون میده که اتفاقات خوب رقم میخوره و حتی داره نشون میده که به جایی میرسه که خودش اعتراف میکنه. اوایلش اعتراف نمیکنه ولی بعدش خودش اعتراف میکنه که اشتباه کرده، بدی کرده، حق شما این نبوده، حق شما خیانت نبوده و حالا به هر طریقی که شده از دلتون در میاره. ولی اولش با پرویی کامل میاد. از دلتون چه زمانی در میاره؟ زمانی که شما با سیاست جلو برین. سیاست داشته باش و اصلا واسه هم مهم نباشه. چون یه جوری رفتار میکنه که مثلا این شما این که ضرر میکنین اگه نباشه. اصلا واسه مهم نباشه. این آدم خیلی پروتر از این حرف هست که تو فکرشو کنی. یه ذره بهش بی‌محلی کن. یه ذره جدی باش. برای خودت ارزش قائل شو. همین که طرفت اومد خب همین که از سمتش خبری گرفتی سریع باهاش آشتی نکنی. چون باید بفهمه که اشتباه کرده. باید بفهمه که شما مقصر نبودین تا رابطتون یه رابطه خوبی بشه. فال داره بهت میگه ارزش بی نهایت زیاده. خودتو دست کم نگیر. و اینم بهت بگم که اون شخصی که باش خیانت کرده، بهت خیانت کرده، برای همیشه از زندگیش بیرون میره تا 10 وعده آینده که تا 10 هفته آینده میتونه بشه. خب عزیزای دلم، فال امروزمون تموم شده. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. حتما به توصیه‌ای که بهتون شده خوب گوش کنید و اینم بهتون بگم که این شمع‌ها رو هم برای شما روشن کردم که هرچه زودتر این شرایطهای منفی که واسهتون رقم خورده از بین بره و اتفاقات خوب بخواد روی این زمینه سر راهتون قرار بگیره. دوستتون دارم و خدا نگهدار همتون.